در امور خانواده خیلی از دوستان میان و با آب و تاب توضیح میدن که آقا همسر من خیانت کرده و من مطمئنم، شاهدم داشتم و تا خودشم قبول کرده که اصلا با یک شخص دیگه‌ای به من خیانت کرده. ببینید این که نهایتاً بنده میخوام در بابت این که ایشون مجازات بشه بابت این خیانت خودش بیشتر دادگاه به من بدهد. دادگاه خیانت رو که اینجا بشه ادالتری رو به عنوان یکی از زمینه‌های طلاق فقط می‌بینه که بخواد بیاد حق بیشتری به یک همسری که به ایشون خیانت شده است قائل بشود نیستش. همچنان قوانینه که طبق قانون خانواده کانادا FLA هستش، فامیلا اکت هستش، بابت اون چیزی که تعلق میگیرد چه خیانت بوده باشد چه خیانت نبوده باشد از اون مقدار به دلیل اینکه شخص خیانت کرده است بیشتر داده نمی شود.